طرف در خفا و پنهانی کاری انجام داده، اونو دیده، اونجا هیچی نگفتم، نه نصیحتی نه در یک مجلسی اونو گیر میاره، بگه یادت هست دیروز پریروز اون روز چه کار انجام میدادید؟ این کار درستی نیست، از خدا بترس. همه این توصیه ها ذره ای درش رضایت خدا در نظر گرفته نشده، بهش میگه از خدا بترسون، ولی اصلا این امر و فرمان بترسه از خدا هدفش نیست. انسان به نام خدا بیاد انتقام جویی بکنه، سوء استفاده از خدا، سوء استفاده از کلمه تقوا، سوء استفاده از این که از خدا بترس، سوء استفاده از این مسئولیتی که اساساً بر دوش انسان نهاده شده به نام نصیحت. پس اینا هدف خاصی داره، لذا انسان مؤمن در نصیحت کردن اجر به طلبه، ثواب به طلبه و از اون طرف تصحیح و دلسوزی.